برتر است. رابرت، هیچ چیز برتر از خود نیست. خودت باش، در خودت بمان و هرگز اشتباه نخواهی کرد. اما وقتی صداهایی را میشنوید که از ذهن شما خارج میشود، تو به دام افتاده ای. ذهن بسیار قدرتمند است. بپرس این برای کیست؟ چه کسی از آن آگاه است؟ هیچ کس نیست که از چیزی آگاه باشد. هیچ کس در خانه نیست. فقط خلا است. شاگرد: من احساس می کنم که این درست است. رابرت: چه کسی آن را احساس می کند؟ حتی این احساس هم اشتباه است. تو فقط در خودت می مانی و هیچ احساسی وجود ندارد. نیروانا وجود دارد. هیچی وجود دارد. وضعیت متولد نشده وجود دارد. شاگرد: واقعا جالب است که همه مظاهر می توانند به آن اشاره کنند. حتی کلمات من کی هستم فقط می گوید اوه، برای من چیزی می گوید که از آن آگاه است، مثل آن دانه. رابرت: حتی دانه باید برود، نباید هیچ احساس